بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. زیرا که چگونه که شما گناه میکنید و باز دائم در زبان شما این است که من فردا وارد جنت میشوم، من هم تصور کردم که اگر کنجد پرتافته شود شاید که حاصل جو گردد. یعنی وقتی که انسان گناه میکند، بینمازی میکند، باز امروز در بین ما و شما یک شعار است، همین دل تازه باشد. این نماز، این عبادت، این مسجد، ولی بعضی دخترهای هستند که خدا برکتشان دهد که مثال سطرها دارند، با بعضی زنهای دیگر اونها را با مذاق میکنند، همین سرتم کشاده هم که باشد دل تازه باشد. این شعاری ابلهی، این شعار یهودی در تمام مردم ما و شما بی نهایت پریشان شده است. هر عملی که ما و شما میکنیم در نزد پروردگار همان عمل را ما و شما منتظر باشید. و از همه چیز مهم برای ما و شما امروز نماز است. رسول اکرم میگوید مروا اولادکم بالصلاة و هم ابناء 7 سنین واضربوهم و هم ابناء 10 و فرقوا بینهم فی المضاجع. به همه شما امر میکند پیغمبر، تمام پدرهایی که فرزندهای نرینه و مادینه داریم، دختر داریم، بچه داریم، پیغمبر خدا میگوید ای مردها، ای پدرها، ای مادرها، فرزندهاتان در 7 سالگی نماز خوان کنید. پدرهای عزیز، فقط نماز در ذمه شما فرض نیست، یا این مسئولیت خیلی کلانی هست که شما از پشت این فرزندها در نزد پروردگار جوابگر هستین. دخترها و بچه ها را امر به نماز کنین. پیغمبر امر دارد مروا اولادکم، امر کنید فرزندهاتون. سحر که خود خیستی بیدارش کن، دلت باوی نسوزد، بیدارش کن. 7 سالگی در رسول اکرم گفتن امری به نمازش کنین. واضربوهم و هم ابناء 10. وقتی 10 ساله شد و این فرزند تو نماز نخواند و یا لطو کوب کن و یا را بزن که وی در نماز قائم شود. و فرقوا بینهم فی المضاجع، در 10 سالگی جاگه خوابشان جدا کنید. یعنی جاگه خوابی که اگر همراه شما باشند و اینها را در دیگر خانه برین. اگر دختر و بچه یک جا خواب باشد جاگه های خوابشان جدا کنین. گفتم پیغمبر کاری کنید که این فرزندها هم در آخرت دامنگیر شما نشوند. این است باب بی نماز، این است کسانی بی سعادتی که در دنیا نماز نمیخوانند. یعنی این گونه وعیدها و این گونه عذابها برای هر کدام او چی هست؟ منتظر است. خوش به حال همون برادرانی که یعنی به هیچ حالت نظر نمیکنند، دائم با نماز هستند. فقط در آخر من به شما یک حدیثی را خبر میدهم که فکر میکنم خیلی باید تأثیر کننده باشد و خیلی باید که شما را از خواب بیدار کند. که حدیث است از پیغمبر خدا که من احرق 70 مصحفا، اگر در بین شما یک نفر پیدا شود و 70 دانه قرآن را در آتش بسوزاند. البته ما و شما چی گناهی وزنینی هست و چی جمله مشکلی هست که انسان باید تلفظ کرده نمیتواند. اگر شخص در بین ما و شما پیدا شود که 70 قرآن را سوزاند، قرآن خطا خواندنش گناه است، قرآن بی طهارت قپیدنش گناه است، اینها وقتی گناه باشد پس سوزاندن او را شما تصور کنید که چند قدر گناه است. وقتی سخن خدا را تو در آتش بی پروایانه می سوزانی. من احرق 70 مصحفا، کسی که اگر
70 قرآن را در آتش بسوزاند. و قتل 70 نبیا. اگر کسی که بعد این 70 دانه قرآن سوزاندن باز قرار نگرفت و 70 پیغمبر را به دست خودش قتل کرد. ببینید، یک آدم قتل کردن، و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها غضب الله علیه ولعنه و اعد له عذابا عظیما. خدا در سوره نساء میگوید اگر یک تای شما یک برادر مؤمن قتل میکنین، خداوند میگوید که این قاتل، این آدم کشه، خالدا فیها، من در دوزخ مخلد میگذارمش، میستد ابدی در عذاب دوزخ گرفتار میشود. و لعنه، من لعنت خودم به این قاتل میرسانم و غضب خودم را بالای این قاتل میرسانم. و برای آمدن این قاتل در دوزخ چه عذابهای گوناگون منتظر هست. یک آدم مؤمن وقتی که یک نفر میکشد، این گناه را تصور کنید که 70 قرآن سوزانید، بعد سوزاندن 70 قرآن باز چکار کرد؟ 70 پیغمبر دیگر را قتل کرد.